با شکل و اسامی حروف الفبا در زبان فرانسه با هم آشنا شدیم، اما برای ما که چیز جدیدی نبود. چرا؟ چون در دوران مرسی میخواستیم زبان انگلیسی رو یاد بگیریم، در اون مقطع با شکل حروف لاتین آشنا شده بودیم. خب میخوایم با هم با صدا یا صداهای تک تک حروف الفبا به همراه مثال آشنا بشیم و یاد بگیریم. خب بریم سراغ اولین حرف در حروف الفبای زبان فرانسه. اولین حرف چی بود؟ آفرین، ا. بچه ها نگیم ا، نام صدا بریم چند تا مثال ببینیم. کم الفبه، سوا، سالو. و آخرین مثال اپارتمان.